در یک کلبه کنار شهر موغادیشو پایتخت سومالی، محمد یعقوب در روبروی کفتار قرار دارد. طبق باورهای عنعنوی سومالی که ریشه‌های عمیق دارند، کفتار جین‌ها و روح شیطانی را که سببگار بیماری روحی و افسردگی میباشند تناول میکند. محمد را برادرش عبدی به نزد ادن ایگال آورده است که با لقب دکتر کفتار معروف است. پدرم به برادرم فرمان داد که از همسرش جدا شود و با زن دیگر ازدواج کند. همسرش رفت و بعد از آن روز به روز سردردی او بیشتر شد. برادرم هر وقتی که همسرش را میدید گریه میکرد. خلاص او عقلش را گم کرد و ما او را برای طبابت به اینجا آوردیم. طبابت در اینجا دهشت‌آور است، ولی تجربه از آن بدتر هم وجود داشته است. اصلا طبق عنعنه‌های قدیمی بیماران روحی را در یک اتاق با کفتار بیرون از قفس می‌ماندند که بعضاً مورد حمله کفتار قرار گرفته مجروح و یا حتی هلاک می‌شدند. دکتر کفتار مطمئن است که طبابت او به کسی ضرر نمی‌رساند، زیرا کفتارش در قفس است. حامیان حیوانات وحشی و طبیبان بیماری روحی به قول او موافق نیستند. من به چنین طبابت اعتماد ندارم. این نوع معالجه علمی نیست و مشکل بیماران روحی را حل نمی کند. اما در کشوری که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همگی 3 طبیب تمرین دیده بیماری های روحی به قید گرفته شده است، برای بیماران طبیبان شبیه دکتر کفتار یگانه انتخاب معالجه باقی میماند.